سلیم کاروان. با پیشرفت علم و تکنولوژی، بشر برای به دست آوردن آسایش روز به روز تلاش نموده است و بدین شکل زندگی روستایی کم کم جای خود را به زندگی شهری می‌دهد. ما در این برنامه می‌خواهیم شما را با فعالیت‌های چشمگیر شرکت سلیم کاروان آشنا بسازیم. پس تا پایان برنامه با ما باشید. با پایان گرفتن جنگ و کشمکش در افغانستان، شرکت سلیم کاروان بر آن شد تا در آبادی و ترقی کشور عزیز ما تلاش کرده و برای برپا نمودن فرهنگ و اصول غنی آن سهم بگیرند. ما در این برنامه می خواهیم تا شما را در رابطه با فعالیت‌های چشمگیر شرکت سلیم کاروان آشنا بسازیم. شرکت سلیم کاروان در سال 1992 در کابل تأسیس شد و اولین قدم‌های خود را برای مترقی کردن هرچی بیشتر افغانستان در زمینه شهرسازی، ایجاد فروشگاه‌های مختلف، راه‌های پشتیبانی از محصولات دستی و فرش‌های دستبافت و دیگر فعالیت‌های مفید که در بالا بردن و ترقی بخشیدن اقتصاد و فرهنگ افغانستان مفید است، هم در سطح افغانستان و هم در خارج از مرزهای وطن عزیزشان برداشته است. رهبری این شرکت را که حاجی حفیظ الله کاروان بر عهده دارد، خود یکی از تجاران به نام افغانی می باشند که فعالیت‌های ارزنده را در زمینه شهرک‌سازی و دیگر کارهای ساختمانی انجام دادند و امروز بالاترین رتبه را در بین تمام شرکت‌های ساختمانی به دست آورده است. همان قسمی که گفته شد، دامنه فعالیت این شرکت نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از مرزها هم جریان دارد. بیایید ببینیم که این فعالیت‌ها شامل چه کارهایی میباشند. نمایندگی سلیم کاروان در شهر تورنتوی کانادا در تلاش است تا با ایجاد خدمات ارزنده به هموطنان مقیم آن کشور سهم بسزایی را در خدمت با آنها داشته باشد. این شرکت با ایجاد فروشگاه‌های مختلف که محصولات افغانی مثل گوشت حلال، میوه خشک، لوازم خانه و دیگر مواد خوراک را به فروش می‌رساند. همچنین رستوران را که تأسیس نموده اند، این امکان را به آنها می‌دهد تا از غذاهای سنتی و افغانی لذت ببرند. همچنین قالین فروشی سلیم کاروان انواع و اقسام قالین‌های افغانی و ایرانی و ترکی را در دسترس هموطنان نازنین خود قرار می‌دهند. فعالیت‌های این نمایندگی باعث می‌شود تا فرزندان افغانستان در هر جای از دنیا که باشند نه تنها فرهنگ و هنر صنعتی خود را فراموش نکنند، بلکه با وجود مسافت دور از کشورشان بتوانند به محصولات و داشته‌های وطن عزیزشان دسترسی داشته باشند. همان قسمی که همه ما و شما میفهمیم، نماد و شکل هر شهر نمایانگر فرهنگ و هنر آن شهر میباشد. آیا به نظر شما مسئولین شرکت سلیم کاروان به این موضوع توجه نمودند؟ شرکت سلیم کاروان با دانستن این موضوع که نماد و شکل هر شهر نشان دهنده فرهنگ و هنر آن شهر می باشد، به ساخت و ایجاد شهرک‌های مسکونی و تجاری اقدام نموده است تا نه تنها در زیباسازی شکل شهر کابل سهم داشته باشد، بلکه موقعیت ایجاد نماید که هموطنان عزیز بتوانند از یک زندگی مدرن و با امکانات بالا برخوردار شوند. البته نباید ناگفته گذاشت که شرکت سلیم کاروان همانطور که برای پیشرفت افغانستان تلاش می کند، این موضوع را کاملا در نظر دارد تا اصول و عنعنات افغانی خود را حفظ نموده و به طور یقین به باورهای والایی اعتقاد دارند. از جمله این اعتقاد را در قالب هنر زیبای خوشنویسی به نمایش گذاشتند. یکی دیگر از دستاوردهای شرکت سلیم کاروان احداث یک شهرک زیبا و مدرن به نام شهرک طلایی می باشد که این شهرک در ناحیه 8 سرک اول کارت نو اعمار گردیده است.
شهرک طلایی با استفاده از تجربه و توانایی‌های بالای انجینران آلمانی و ترکی و با نظارت انجینران افغانی طراحی و ایجاد گردیده است و در سال 2005 تأسیس شد. این شهرک نمایانگر یک زندگی مدرن با امکانات رفاهی و استاندارد می باشد که هر هموطن ما باید از آن بهره مند گردند. شهرک طلایی دارای 20 بلاک می باشد که 12 بلاک آن به شکل 10 منزله و 8 بلاک به شکل 5 منزله اعمار شده است که شامل 4 اتاقه، 3 اتاقه و 2 اتاقه می باشد. ویژگی آپارتمان‌های شهرک طلایی در این است که شامل یک سالن 50 متر مربع و یک آشپزخانه عصری و 2 تشناب عصری می باشد. همچنین مسئولین شرکت ساختمانی سلیم کاروان برای سهولت بیشتر ساکنان این شهرک بلاک‌های آن را مجهز به لفت ساختند تا ساکنان آن از رفاه بیشتر برخوردار گردند. ناگفته نماند که شهرک طلایی شامل شفاخانه، پارک‌های تفریحی جذاب و دیدنی و مکتب می باشد که با در نظر داشت تامین آسایش و امنیت ساکنان این شهرک ایجاد گردیده است. با وجود هتل زیبای آن هم یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد است که به افتخارات شهرک طلایی اضافه می کند. زیبایی وصف ناپذیر شهرک طلایی نمایانگر برتری آن بر دیگر شهرک‌های احداث شده در شهر کابل می باشد که هر کس با یک بار دیدن از این شهرک به آن پی می برد. داشتن ایمان و اعتقاد کامل به خدا یکی از رازهای موفقیت مسئولین این شرکت می باشد. راز موفقیت مسئولین شرکت ساختمانی سلیم کاروان اعتماد به توانایی‌های خود و اعتقاد به ذات یگانه است که نه تنها در آثار هنرمندانه آنها دیده می شود بلکه وجود مسجد با شکوه و زیبا در شهرک طلایی است که گنجایش 700 نمازگزار را داشته و در 2 منزل اعمار شده است. و همچنین در منزل پایین این مسجد گنجایش 300 نفر نمازگزار اناس را دارا می باشد که نمایانگر این ایمان و اعتقاد می باشد. شهرک طلایی دارای مراکز تفریحی و رفاهی برای خانواده‌های محترم است تا بتوانند در آنجا از وجود یک زندگی مدرن و آرام بهره مند گردند. شهرک طلایی تلاش است تا بتوان شکل ساده و روستایی پایتخت را به شکل بهتر، زیبا و عصری نمایان کرد. شهرک طلایی را می توان از لحاظ ساخت و مواد تعمیراتی که 8 درجه مقاوم در برابر زلزله می باشد با استانداردهای اروپا مقایسه نمود که زیر نظر انجینران آلمانی و ترکی اعمار شده است. البته نباید ناگفته گذاشت که شرکت ساختمانی سلیم کاروان نه تنها از پرسنل و انجینران لایق و کارآمد استفاده می کند بلکه مجهز و بهترین امکانات و ماشین آلات ساختمانی می باشد که با بالا بردن کیفیت ساختمان های ایجاد شده تأثیرات بسیار زیاد را دارا می باشد.